ببینیم که یاران بدخشان چگونه مانع سیدال خواهند شد. سیدال پهلوان حالا هیچ مانع سر راه سیدال پهلوان نیست. اسب سرعت میگیره از همه این اسبا. سیدال پهلوان به سمت دایره حرم. سیدال پهلوان را امتیاز میگیره برای کندوز. اولین امتیاز برای کندوز. سیدال پهلوان. بدخشان یک بحث دنبال میافته. این پهلوان نامی ولایت کندوز هست. سرشار از تجربیات زیاد. سیدال پهلوان ستاره نامدار کندوز تفاوت را رقم میزنه. تغییر دادن کندوز. حالا فرصت برای کندوز برای امتیاز بعد. کندوز موفق میشه یا خیر میمونه خواهد بود. امتیاز شده فکر میکنم. امتیاز شده فکر میکنم. تاییدم شده. امتیاز دوم برای کندوز. یک بار دیگر کندوز پیشی میگیره. یک بار دیگر بدخشان عقب میفته. یک بار دیگر پهلوانان کندوز قدرت خودشان را به رخ میکشن. اینجوری مسابقه جذابی، اینجوری رقابت نفسگیری. کندوز یک بدخشان، کندوز دو بدخشان یک دقیقه پایانی و چهره مغموم هواداران بدخشان دوباره کامشان تلخ شد. این بار در مرحله حساس، در مرحله هشتی تیمشان حذف نیست. بدخشان از ادامه مسابقات حذف نیست. یک چانس دیگه هم برای رقابت دارد. 30 ثانیه تا پایان مسابقه زمان هست و اشاره میکنه برداشت جیک به جیک با هم دیگر رقابت بکنن. این بار روح‌الله پهلوان است با عبدالسلام پهلوان. عبدالسلام پهلوان هیچ کاری غیر از دفاع نخواهد کرد به این دلیل که او مدافع ارشد تیم کندوز هست. 20 ثانیه تا پایان مسابقه. روح‌الله در برابر عبدالسلام که در دفاع بسیار نامدار هست که جزو پهلوانان نامی افغانستان است در دفاع. 10 ثانیه. زمان به پایان رسید. زمان به پایان رسیده. 4 ثانیه زودتر جشن گرفتن و بازی تمام شد. کندوز نبرد بزرگ را برد. کندوز پیروزی ارزشمند است یافت. کندوز تانست که بدخشان مقتدر، بدخشان نامی را شکست بده. کندوز به شایستگی به این جایگاه رسید. کندوز با اقتدار به این جایگاه رسید. بدخشان حرفی برای گفتن نداشت. نتانست که در برابر کندوز رقابت بکنه. نتانست که میدان را ببره. کندوز تانست که کار بزرگی را رقم بزنه و در نقش یک مدعی قرار بگیره. کندوز در برابر بدخشان به پیروزی ارزشمند رسید. هواداران کندوز خوشحال هستند. ببینیم تصویر را. پیروزی ارزشمند تیم کندوز در برابر بدخشان در یک رقابت جذاب و تماشایی. بدخشان یک چانس دیگه هم داره در این مسابقات و ببینیم که چگونه در اون مسابقه ظاهر خواهد شد. از این